سلام، دوشنبه سیتی است. برنامه معرفی موضوعات شهر دوشنبه. این بار ما درباره تاریخ ترالیبوس و اتوبوس‌های شهر دوشنبه معلومات می‌دهیم. اولین اتوبوس سال 1929 بر راه‌های دوشنبه برآمده است. خط نخستین آن از ایستگاه راه آهن تا شهر طول کشیده، همگی 2.5 کیلومتر درازی داشت. سال‌های مختلف در کوچه‌های پایتخت اتوبوس‌های تمغه لیلند، اما گاز، سیز، ایکاروس و غیرها به ساکنان خدمت رسانی می‌کردند. تا میانه سال‌های 50 اتوبوس یگانه نقلیات جمعیتی پایتخت بود. اولین ترالیبوس در دوشنبه سال 1955 پیدا شده است. یکم می همان سال از خیابان لنین رودکی امروزه 7 ترالیبوس نخستین به راه برآمدند. خط سیر نخستین ترالیبوس 11 کیلومتر درازی داشته از منطقه شمالی پایتخت تا ایستگاه راه آهن طول می‌کشید. در 3 سال بعدی دو خط سیر نو راه اندازی شد. سال 1967 در پایتخت علاقه 65 ترالیبوس در 9 خط سیر حرکت کرده. شبکه وصل برقی آنها 49 کیلومتر را تشکیل می‌داد. در سال‌های شوروی در نقلیات جمعیتی از چیپته‌ها استفاده می‌بردند. هنگام وارد شدن به نقلیات باید چیپته را توسط اسباب مخصوص سوراخ می‌کرد. امروز باشد راهگیرا را در اتوبوس و ترالیبوس‌های پایتخت می‌توان هم غیر نقدی توسط کارت نقلیاتی و هم نقدی با گرفتن رسید پرداخت نمود. پیش از سوار شدن به اتوبوس حتما توازن کارت خود را تفتیش نمایید. امروز اتوبوس و ترالیبوس‌های پایتخت در بیش از 35 خط سیر به ساکنان و مهمانان خدمت می‌رسانند. امروز در کوچه‌های پایتخت اتوبوس و ترالیبوس‌های زمانوی حرکت می‌کنند. در چنین اتوبوس داشتیانه باشد تمام شهر را تماشا کردن ممکن است. سفر در آن فراغتی دیگر دارد. خیر تا سیاحت آینده.